اما عرضم به حضورتون که الان مفرح‌تر میشه و جذاب‌تر میشه مهمونمون، برنامه‌مون. چون این مهمون خیلی خاص داریم، خیلی خاص که میگم یعنی به معنای ویژه. نام آشنا، صدا آشنا، هنر آشنا، کمپلت آشنا. الان تشریف میارن. البته اسمشون آشنا نیست. چرا اسمشون هم آشناست؟ نه فامیلیشون آشنا نیست، ولی آدم شناخته شده ایه. اصلا من خلاصه کنم معرفیشون، ایشون که نیاز به معرفی ندارن. شما اینترنت که در دستتون هست دیگه، سرچ کنید، همینجوری جستجو بکنید، ایشون میاد همینجوری خودش. یعنی گوگل رو بزنی یا یاهو اینا خودش جلوتر میاد. اصلا به به افتخار حسن ریوندی. خوش اومدید. آروم ببوس که اصلا جزامون پاک میشه، گیریمون پاک میشه. خوش سلام خانم، خوب هستین؟ متشکرم، ممنون. خیلی ممنونم، خدمت شما هستم. الان برنامه رو آنتنه. خیلی خوش اومدی. بله رو آنتن. کاملا الان رو آنتن هستیم. بله کاملا. مراقب باش نیفتی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، هموطنان گل من، ایرانیان دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی هستین، سلام و براتون لحظات خیلی خوب و خوشی رو آرزو میکنم. خیلی خوشحالم که فرصتی بسیار ارزشمند نصیب بنده شد که بیام از چارچوب این دوربین ها و از این لنز با شما رو در رو بشیم و خیلی خوشحالم که ما رو میبینید. امیدوارم که امشب بتونم یه چند دقیقه یه کارایی بکنم، یه صحبتایی بکنم، مثلا یه جوری ایشون با شوخی کنم، دست بندازه، مت بندازیم، شما شاد بشین و لحظات شادی رو تجربه کنید. خانم نیلوفر امین‌فر و خانم علی اسدی. نیلوفر علی اسدی، این خیلی جالبه. خانم نیلوفر از شروع داره میگه امین‌فر، نیلوفر امین‌فر. بله، چقدر جالب این دوتا با هم. شکوهش رو می‌بینید شما. شما میدونید که خصوصیات گل نیلوفر چیه و چرا مثلا اینقدر گل نیلوفر نسبت به گل‌های دیگه خاص هست؟ علتش چی میتونه باشه؟ آخر من میترسم الان شاعرانه جوابتون رو بدم یا یه چیزی بگین خیلی. اگر شما مثلا میخواین یک فضایی رو ایجاد کنید که من اصلا از گل نیلوفر یک ترانه‌ای رو بخونم که داری واقعا؟ بله، اما خب اینجا جاش نیست. اگه بخونم نمیشه بخونی. ایرا بله نمیشه. من تعریفم راجع به حسن ریوندی که معرف حضور خیلی از شما عزیزان هست این بودی، گفتم سرچ کنین. آقا واقعا چه حکایتی اینی که گفتم کاملا واقعی خانم امین‌فر. شما سرچ بکنید تو اینترنت و جستجو بکنید، بله، میزنید مثلا آنتی ویروس فلان، دانلود آهنگ فلان، هر چی که بزنید، دانلود فیلتر، نه فیلتر شکن، همون آهنگ. البته که ایشون واقعا شکن بیشتر وارد سایت‌های فیلتر شکن داره وارد میشن. آقا دانلود که میکنی، یعنی به محض اینکه کلیک کنی دست شما بره روی شاسی، دقیقاً حسن ریوندی میاد. البته خب ایشون دارن مزاح میکنن، در این حدم که نیست. من خانم امین‌فر عزیز، تو بعضی از این اجراها که هستم و بالاخره در انتهای برنامه دارم خداحافظی میکنم با مردم، میگم اگر دنبال من میگردید که پیگیر کلیپ ها یا فیلم های من باشید، خیلی راحت میتونید شما منو پیدا کنید و بهشون آدرس میدم. میگم در همین مستطیل گوگل گاگول که با همه گاگولیش باهوشه واقعا، شما اصلا به فارسی بنویسید حسن، دیگه ریوندیش هم نمیخواد بنویسید. اولین اسمی که میاد اسم دکتر روحانی، بعد منم، خدا شاهده. و مخاطبین داخل سالن معمولا میخندن، کما کمی الان بینندگان پای تلویزیون ها خندیدن، اما بعد میرم نگاه میکنم، من واقعا همینطوری گاهی اوقات خدا شاهده دیده شده و گزارش شده به من که اسم من اول زدن، اول اسم من اومده بعد دکتر روحانی، که بعد از دفتر ریاست جمهوری تماس گرفتن که شما چه کار کردین، گفتم به من حالا تو. حسن ریوندی به هر حال هنر تو برای خیلی از مردم آشناست و مردم دوست دارن. زنده باشین. هنر تو خندوندن مردمه، ولی خب خندوندن مردم نزد ایرانیان است و بس. در تو تموم شده دیگه هنر. آقا خندوندن مردم خیلی سخته. چطوری این کار انجام میدی؟ همونطور که من این نکته بگم، تو از این بحث سرچ و گوگل و حالا اون لفظی که شما گفتین خیلی خارجم نشدین، این شاید خیلی باشن که توی این قسمت سرچینگ گوگل بشه اسمشون رو زد و کلی هم اطلاعات ازشون بیاد و چقدر خوبه این سرچ زمانی باشه که وقتی که این اتفاق رخ میده آدما رو تو قلب همدیگه بتونیم پیدا کنیم. من فکر میکنم که آقای ریوندی جزو از کادر یه لحظه خارج شدن. میخوام بشینیم که بیشتر تو افرادی هستن که آقای اسدی دقیقاً با قلب و احساسات مردم تونستن که سر کار داشته باشن و توشون رخنه بکنن. صحبت من سوس شدم. هیچی دیگه راجع به نیلوفرم میگفتم، مرداب و اینا دیگه. بینندگان که چرا نمی نشینن؟
آیا صندلی ها مناسب نیست یا ناراحته یا راحته، اینها خیلی فیگور خاصی که واسه نشستن انگار که خوشت اومده جلوس کردیم ها، جلوس کردیم انگار به تخت پادشاهی، مثل شادمادایی که داماد میشن به تخت پادشاهی جلوس میکن. خب من دکمه‌مو گفته باز کن آقا که اونجا هیکلیه، چقدر ماشاءالله درشته. میگه که خب نباید بگیم فامیلیتون چیه، بگیم من اعلام کنم همه مردم ایران بشناسنتون در اقصانقاط کره. حسن ریوندی شب چله نزدیکه، چقدر قرمز شده، دیگه لبو شد، دیگه لبوی فردا شبو نمیخواد بیاریم دیگه، لبو شد دوستمون اونجا پشت صحنه چیکار داری اصلا؟ ببین همه چی از پشت صحنه شروع میشه. جون خودم خب من الان پشت صحنه بودم، نمیدونی چه خبر بود. تو رو خدا اومدم اینجا آرامش پیدا کردم، چون که یه چیز جالب بهت بگم آقای اسدی عزیز و خانم امینه فر، خیلی خیلی برام جالبه و دوست دارم تبریک بگم به بچه‌های جام جم که عجیبه، ما اینجا در ایران هستیم، اینجا ایران است و تهران است. امشب باران نسبتاً قابل توجهی بارید و معمولا شب‌هایی که بارون میباره خیلی ترافیک سنگینی در سطح شهر تهران دیده میشه. جوری که من عصری که راه افتادم، عصر در واقع در ساعت 1:30 بعد از ظهر راه افتادم به سمت پل پارکوی از تهران پارس، 4 بعد از ظهر رسیدم اونجا و بماند که دیگه تا الان مدام در ترافیک بودیم. منتها آقای اسدی رو بهش گفتن که با جام جم یک جمله درست کن، گفت مامان جامو جمع کن. خب این زشته، بعد خودت جامتو جمع کنی دیگه، تا کی مادرت جاتو جمع کنه؟ بزرگ شدی به خودت بیا. خب دیگه اما تبریک من به بچه‌های جام جم، به شما خوبانی که این برنامه بسیار دوست داشتنی و ارزشمند رو تقدیم به هموطنان گلمون میکنید در اقصانقاط دنیا، اینه که اینجا تهران ایران بارون باریده، اواخر فصل پاییز هست، تو را در ازدحام زرد یک پاییز گم کردم و یادم هست بعد از آن خودم را نیز گم کردم، میان خاطراتم هی به دنبال تو میگردم، تو را هر عید پیدا کرده هر پاییز گم کردم، صدایت میوزد اکنون ز سمت گنگ تنهایی، تو را در پچ پچ خیس شب جالیز گم کردم. اینجا اواخر پاییز و شروع فصل زمستان که ما میریم شب یلدا رو در پیش داشته باشیم، بلندترین شب سال که فقط 1 دقیقه مثل که از شب‌های دیگه طولانی تر هست و اینقدر سر صدا را انداختیم که ای وای طولانی ترین شب سال چه میشود که یلدا اینطور. اینجا هوا اونقدر سرد نیست، اما میخوام تبریکم به خاطر این باشه که شما اینجا دارین زحمت میکشین. الان در نروژ که کشور سردی هست، حتی کشورهایی که نزدیک مثلا گرینلند، ایسلند، کشورهایی که نزدیک به قطب شمال هستن، کشورهایی که در نزدیک به قطب جنوب هستن، کشورهایی که همیشه در سرما هستن، مخصوصا تو این ایام که خیلی خیلی سردی، برنامه شما چطوره که از این فاصله دور هزاران کیلومتر تا اون کشورها فاصله داره اما یک گرمایی رو میفرسته به خدمت به ایرانیانی که در این کشورها زندگی میکنن. تبریک میگم به همتون، انشالله که همیشه گرمابخش خونه ها و محافل ایرانی ها باشید در سرتاسر جهان. زنده باشید. حسن ریوندی عزیز، اون فرمی که تو کار میکنی و در حقیقت طنز و کمدی داری، توی خارج از ایران موسوم به استندآپ کمدی؟ آره، استندآپ کمدی میگن، شومن میگن. ما اینجا یه فرم خاص دیگه کار میکنیم که من قبلا هم گفتم چقدر خوب میشه که دوستان در فرهنگستان ادب فارسی یک اصطلاح، یک کلمه، هنوز که این کارو نکردن، شاید نیازی احساس نشده برای این موضوع. خب این کار تازه شروع شده و قبل از این اگر برنامه‌های این چنینی به روی صحنه میرفت تحت عنوان صداسازی، تقلید صدا یا خواندن با صدای خواننده‌های دیگه بود. الان به این صورت که بیایم ما طنزهای اجتماعی رو روی صحنه ارائه بدیم، حالا لابلای اونها بخوایم صداسازی و شبیه سازی هم بکنیم، صرفا به خاطر اینکه می‌خوام یه چاشنی و نمکی به کارمون اضافه کنیم که مجموعه کاملتری میشه. درسته. و تو همه با خلاقیت دیگه، اصلا تو هر کاری آقای ریوندی. بله حتما همینطوره. شما صدای خوبی هم داری، امشب قرار برام بخونی یا نه؟ من فکر کردم میخوام بگین صدای خوبی داری برای اجرا از فرداش هم دیگه شما نیارید. اجرات که فوق العاده است، من حاضرم اتفاق بیفته. البته خب من هر کاری بکنم رنگ چشای شما
ارتباط دیگه قربونت با برم. بینندگان شما که سر تا پا می‌کنه. خوشگلی و خیلی نازی. من تا سعی کردم سه- رنگ کتمو با رنگ چشای شما ست کنم، دیدم نمیشه. چقدر برازنده است، چقدر برازنده است. کی تو رو قشنگت کرده است؟ رنگ چشات خردل چیز ببخشید یه همچین چیزی بسیار زیبا. حسن ریوندی، تو صدای خواننده‌های مختلف رو تقلید می‌کنی و می‌خونی. یه زمانی این کارو می‌کردم. الان چرا این کارو نمی‌کنی؟ زمان جوانی الان دیگه نمیرسم حقیقتش. خواننده ها زیاد شدن به جون خود. ببین شب میخوابی صبح بلند میشه 10 تا خواننده جدید کار خوندن، آدم نمیرسه این همه ترانه رو یهو گوش کنه، حفظ کنه و صداهاشون رو بشینه تمرین کنه. یه مقدار سرعت خواننده ها از ما بیشتر شده و میگن تعداد خواننده از شنونده الان بیشتره، نه؟ دقیقاً این یا تلویحاً یا ترجیحاً. حالا یه یادگاری بخون دیگه، یه تیکه بخون، بذار بریم یه نفسی بگیریم، یه فاصله بگیریم. ببین دیگه بخون من دچار بله استرس مهمونه میشم. دیگه همونم منتظر. بدی؟ خب من در بعد به ورودم بیرون که دیدمه منو مسخره کردی. اینجا اومدم جلو دوربین داری چی دیگه میگی. خدایا. خانم امینیفر تا من دید گفت حسن کچل‌تر شده. خب حسن کچل اسم قدیم رو اسم ما بوده. حتی اخیراً از یک خواستن که کشور خارجی صمیمیت ایجاد کنن آقای ریوندی. خواستن چیکار کنن؟ خواستن صمیمیت ایجاد کنن نمیخوام قبل چه برنامه. صمیمیت البته خانم شما که محترم؟ استرس ندارین کاملا مشخصه، ولی صمیمیت ارتباطتون اصلا یکی از بیشتر. دلایلی که شهرت داری شد وقت سرخاروندن ببین. نداری، اینا همینه شاید. در واقع تو الان منو به خاطر کم مو بودم. ببین مو زیاد مسئله نیست. منو مسخره کردی گفتی کچل اینها. دقت کردی خانم امینیفر، شما یه آدم پولدار رو اصلا شبانه روز برو مسخرهش کن. اگه پولدار شدی اما کافیه به یک کچل فقط یه لبخند بزنی از سر تمسخر، در کمتر از یک ماه تاس میشی. حالا انشالله اون روزی که شما تاس شدی من یه شامپوی جدید به دستم رسیده، عمرن اگه بهت بدم که بهت خب من پیشنهاد میکنم که تا دوستان با هم دیگه دارن مشکلاتشون رو حل میکنن سریعا بریم اتاق فرمان، بعد برگردیم. مهمونای دیگه هم منتظرم، خواهش میکنم. باران گل، باران نیلوفر. بریم دیگه.